به شفا تایم تیوی خوش آمدید. اینجا قراره بدون پیچیدگی‌های پزشکی با زبان ساده سلامتت رو بهتر بشناسی و از بدنت مراقبت کنی. اگه به خودت اهمیت میدی همین حالا لایک کن، سابسکرایب یادت نره و اگه هر سوالی داشتی تو کامنت ها بنویس تا جواب بدم. چرا B12 مهمه؟ احساس خستگی، افسردگی، ضعف حافظه، بی‌حسی در دست و پا، مشکلات گوارشی، شاید فکر کنی از استرسه، اما خیلی وقتها کمبود ویتامین B12 مقصر هستیه. B12 یکی از مهمترین ویتامین های بدن ماست که برای سیستم عصبی، مغز، خونسازی و حتی حال روحی ما ضروریه. بدن نمیتونه B12 رو بسازه، پس باید از غذا یا مکمل. علائم شایع کمبود B12. اگه یکی یا چند مورد از این علائم رو داری، گوش به زنگ باش. 1. خستگی مداوم حتی با استراحت کافی. 2. فراموشی، کاهش تمرکز و گیجی. 3. بی‌حسی یا گزگز دست و پا. 4. خلق پایین، بی‌حوصلگی یا افسردگی. 5. رنگ پریدگی پوست. 6. زبان صاف، قرمز و دردناک. 7. زخم دهان و لب. 8. تپش قلب و تنفس سریع. 9. مشکلات گوارشی مثل یبوست یا نفخ. 10. ریزش مو و شکنندگی ناخن‌ها. چه کسانی در معرض کمبود B12 هستند؟ گیاهخواران و ویگن‌ها، چون B12 فقط توی محصولات حیوانیه. افراد بالای 50 سال، کسانی که جراحی معده یا لاغری داشتند. افرادی با بیماری‌های گوارشی مثل سلیاک یا کرون. کسانی که راه‌های جبران کمبود B12. 1. مواد غذایی غنی از B12. جگر گاو، گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و لبنیات، غلات صبحانه غنی شده مخصوص گیاهخواران. 2. مکمل‌ها، قرص زیرزبانی یا جویدنی B12. قطره‌های خوراکی، آمپول B12 با تجویز پزشک برای موارد شدید. 3. اصلاح سبک زندگی، تغذیه متنوع، دوری از الکل و دخان. نکات مهم برای پیشگیری و درمان مؤثر. B12 محلول در آبه، پس مصرفش به صورت روزانه لازمه. مصرف زیاد مکمل عوارض نداره، چون اضافهش دفع میشه مگر در بیماری‌های خاص. با یک آزمایش خون ساده میتونی سطح B12 بدن تو بفهمی. درمان زود هنگام باعث جلوگیری از آسیبه. یادت نره کمبود ویتامین B12 یه تهدید پنهانه، پس با تغذیه مناسب بدن تو تقویت کن. علائم رو جدی بگیر، آزمایش بده و اگه لازم شد مکمل رو با مشورت پزشک شروع کن. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما لایک کن، سابسکرایب یادت نره و برامون کامنت بذار که آیا تا حالا تجربه کمبود B12 داشتی یا نه. پیشنهاد میکنی در ویدیوی بعدی درباره کدوم ویتامین یا بیماری هایی صحبت کنیم. با شفا تایم تیوی آگاهی یعنی آرامش و سلامتی.